برای استفاده نامحدود از سایت هیجن وارد سایت هیجن.com میشیم و وارد سایت app.heigen.com تو این بخش لاگین جا ساین اپ رو من میزنم و باید با یه دونه ایمیل داخلش لاگین بکنم. برای ایمیل ما از ایمیل موقت استفاده میکنیم. توی گوگل تمپ میل رو سرچ کنیم. تمپ میل این اولین سایتی که میاره روش کلیک بکنیم این سایت باز میشه. با این ایمیلی که اینجا آورد میریم داخل سایت هیجن رجیستر کنیم. این رو پیست میکنم اینجا، کانتینیو رو میزنم. یه دونه کد الان برای من ارسال شد. اینجا ببینید تو این بخش اینباکسش این کد رو من کپی میکنم، این یه تب جدید باز میکنم. اینجا این کد رو کپی میکنم، میام تو سایت هیجن پیست میکنم و با استفاده از این کد وارد سایت هیجن میشم. واردش که بشین اون اولش یه چیزایی حالت نظرسنجی داره، اونا رو رد میکنیم، فقط بره جلو. یا مثلا چجوری باهاش آشنا شدین، کجا استفاده میکنین، تیمتون چند نفر است. اول که باید چوز فری رو بزنیم، به صورت رایگان میخوایم. همینجوری فقط الکی انتخاب میکنیم بریم جلو، اصلا مهم نیستن اینا. خب توی این بخش اینجا ما الان 3 تا ویدیو میتونیم درست بکنیم. برای دوبل ویدیو ما وقتی اسکرول کنیم پایین اینجا ترنسلیت ویدیو رو بزنیم میتونیم اینجا بریم توی این بخش. این که از همین بخش کریت هم میتونیم ترنسلیت ویدیو رو میزنیم، اگر ریلیستیک ترنسلیشن انتخاب کنیم. 3 تا ویدیو میتونیم اینجا درست بکنیم. وقتی 3 تا ویدیو رو درست کردیم تموم شد، اینجا فقط کافیه که لوگ اوت رو بزنیم، بیایم دوباره توی همین تمپ میلمون دیلیت رو اینجا بزنیم. الان یه دونه تمپ میل جدید میاره، دقیقاً همین کار رو، همین روندی که تا الان رفتیم رو از اول با تمپ میل جدید انجام میدیم. یعنی وقتی 3 تا ویدیو رو درست کردیم با استفاده از سایت هیجن، کردیتمون تموم شد، میتونیم اینجا دوباره اینو کپی کنیم، بیایم تو این بخش اینجا ساین اپ رو بزنیم، دقیقاً همون روند رو طی بکنیم، یعنی رو وارد می‌کنیم، کد میاد، اون کد ارسال می‌کنیم. همینجوری میتونیم 3 تا ویدیو درست بکنیم، دوباره بیایم بیرون، دوباره از این طریق میتونیم به صورت رایگان و نامحدود از سایت هیجن استفاده کنیم.